با نام و یاد خدا و درود بر دوستان امروزه میدونید که نامزدهای ریاست جمهوری در حال مناظره و گفتگوهای سیاسی و پیرامون شناساندن خود در مورد برنامه هاشون و رویه کنار زدن چالش ها در پیش پای کشور هستند. در دیروز که روز جشن قربان بود 28 خرداد 1403 هر کدام از نامزدها به ایراد سخن در این مورد پرداختند که به تحلیل اونها میپردازیم. در مورد نخست های دکتر پزشکیان به این موضوع پرداخت که ما باید به قول معروف از نظر تأمین نیازهای زندگانی افراد، حقوق و مزایایی که در اختیار نیروهای کار قرار میگیره، پوشش زندگی و هزینه‌های روزمره اونها رو بده. از دیدگاه اقتصادی و از دیدگاه مدیریتی این نگرش یک نگرش کاملا درست هستش و باید در واقع نیروی کار از هر نظر، از نظر مادی تأمین باشه که نیازهای بهداشتیش پوشش داده بشه تا به طرف نیازهای انگیزشی گرایش پیدا بکنه. شما اگر نیازهای بهداشتی رو پوشش ندید بر اساس تئوری دو عاملی هرزبرگ، این عدم پوشش نیازهای بهداشتی باعث گسترش نارضایتی در سازمان و در یک کشور میشه که مجموعی از سازمان‌های گوناگون هستش و این گسترش نارضایتی باعث میشه که بسیاری از کارها و به ویژه بهره‌وری سازمانی به شدت افت کنه، چرا که در واقع منافع خود رو فرد در پادگرایی با منافع سازمان میبینه و این خودش باعث میشه که خودش رو همگرا و همصنف سازمان ندونه و جدا از اون بدونه، منافعش رو جدا از اون بدونه و در نتیجه منافع شخصی خودش رو بر منافع سازمانی و کشوری و ملی ترجیح بده. از دیگر سو ما باید توجه داشته باشیم که وقتی که شما میایید و فرد رو از نظر نیازهای روزمره و مادی در حداقل‌ها و دست کم‌ها قرار میدید، این خودش باعث میشه که در هرم سلسله مراتب نیازها چه مازلو چه گریوز در کف هرم قرار بگیره و کسی که در کف هرم نیازها قرار داره نمیتونه ارق ملی، نوع دوستی، عشق ورزی، تعلق خاطر به سازمان، جمع، گروه و کشور رو در خودش متبلور کنه و عدم در واقع تعلق خاطر به سازمان و گروه و سازمان یا جامعه زمین ساز این میشه که نیازهای شخصی بر نیازهای ملی ارجحیت پیدا کنه و بهره‌وری به شدت در سازمان و یا در کل کشور افت پیدا بکنه، چرا که بهره‌وری از یک مقوله کیفیه و به هیچ وجه شما نمیتونید با یک مقوله کمی، یعنی اینکه اون رو در سطح کمی مورد سنجش قرار بدید که ما در واقع به شرطی به افراد میایم و حقوق پرداخت میکنیم که بهره‌وریشون در سطح بالا قرار بگیره. شما باید اول کیفیت زندگی افراد رو به سطح بالایی برسونید. وقتی افراد در یک سطح زندگی کیفی و سطح زندگی که از نظر شؤونات اجتماعی، شخصیت و پرستیژ در واقع افراد رو راضی میکنه قرار دادید، اون موقع میتونید چشم‌داشت بهره‌وری رو از نیروی انسانی داشته باشید. نگرش اقتصادی صرف به نیروی انسانی و به اقتصاد در واقع نابودی اقتصاد رو در پیش داره. متاسفانه اقتصاددان‌ها با بی اطلاعی و ناآگاهی کامل و 100% از مقوله های انسانی که در بحث مدیریت مطرح میشه میان و همه چیز رو از دیدگاه مادی، کمی و دو تا چهار تا حساب میکنن که در واقع راه به بیراه هستش و به همین خاطر بود که میشل فوکو در کتاب زایش زیست سیاست اومد و مقوله های کمی نگری نئولیبرالیسم رو به شدت مورد انتقاد قرار داد و ما میبینیم که در واقع دکتر پزشکیان به روشنی و به درستی به این مقوله پرداخت. از طرف دیگه اما مقوله‌ای که دکتر پزشکیان در این زمینه در واقع مقوله درستی نبود، این بود که ما حتما باید FATF رو بپذیریم. ما نمیتونیم به این سادگی FATF رو بپذیریم. به هر حال دکترین و استراتژی ما در مقابله با نظام سلطه هستش و اگر ما در واقع با این دکترین پیش بریم بر اساس تحریم‌هایی که در سطح جهانی به ویژه از سوی آمریکا بر ما هموار شده، پذیرش FATF یعنی یک نوع خودتحریمی، یعنی پذیرش انجام تحریم ها به وسیله خود بر علیه خود
خب این باعث میشه که کشور کلا زمینگیر بشه و راه برون رفت اقتصادی نداشته باشه. از طرف دیگه ما باید نگرش ما بر اساس رئالیسم تهاجمی مرشایمر باید نگرش نگاه به درون رو داشته باشیم، چرا که فقط نگرش نگاه به بیرون که دکتر پزشکیان بهش پرداختن که از نظر سرمایه‌گذاری خارجی نمیتونه راهگشا باشه. ما متغیرهای خارجی رو نمیتونیم تحت کنترل خودمون در بیاریم و ای بسا ممکنه هر لحظه تغییری انجام بشه. بنابراین ما از هر لحاظ باید درون کشوری رو قدرتمند و توانمند کنیم که بتونه در برابر اون دگرگونی های بیرون از کشور و فرامرزی پایداری کنه و استوار باشه. اما در مورد دکتر جلیلی که به این نکته پرداختن که ما در واقع حقوق رو بر اساس بهره‌وری سازمان ها پرداخت میکنیم، خب این نگرش 100% نادرست هستش و نگرشی انسانی به مقوله اقتصاد و مدیریت نیست. ببینید مدیریت وقتی که تو در واقع مکتب روابط سازمانی از طرف التون میو مطرح شد، در واقع اون توجهی که به انسان نیازها و خواسته هاش میشه اون عامل ایجاد انگیزه در افراد برای خیزش و حرکت رو به جلو هستش. و اگر توجهت رو از انسان در واقع دریغ کنی، او رو در مضیقه و تنگنا قرار بدی که همواره با دغدغه‌های ذهنی خودش از نظر معیشت خودش، معیشت بچه‌هاش، زندگانی در واقع اطرافیانش دغدغه یا خاطر داشته باشه، نمیتونه با یک ذهن باز به انجام کار بپردازه. از طرف دیگه چون سازمان رو ضایع کننده حق خودش میدونه، خود رو در برابر سازمان میبینه و سازمان رو به جای اینکه تعلق خاطری بهش داشته باشه، کشور رو به جای اینکه تعلق خاطر بهش داشته باشه، فرمان روایی رو به جایی که تعلق خاطر بهش داشته باشه، مدیریت سازمانی رو به جایی که تعلق خاطر بهش داشته باشه، در واقع در برابر خودش میبینه و منافع خودش رو در پادگرایی با منافع سازمان و کشور تحلیل میکنه و در نتیجه به مقابله میپردازه. یعنی اینکه شما اگر شاید در اون لحظه ای که مستقیما روی سر نیروی کار ایستاده این و انجام وظیفه بپردازه، ولی پس از آنکه از محل کار خارج میشید و نظارت مستقیمی بر اون ندارید، بلا فاصله در واقع کمکاری، از زیر کار در رفتن و در واقع حتی چون این رو در یک مقوله تیپای منفی برای خودش تحلیل میکنه که سازمان داره منو تنبیه میکنه، به ضربه زدن به منافع سازمان میپردازه و اطلاعات سازمان یا کشور رو به دیگر کشورها یا دیگر هماوردهای سازمان بده، ای بسا که دستگاه ها و امکانات و تجهیزاتی که در سازمان و کشور وجود داره رو مورد آسیب قرار بده که به نحوی در واقع انتقام خودش رو از سازمان و یا کشوری که داره حقوقش رو ضایع میکنه بگیره. بنابراین مقوله مدیریت چیزی نیست که اقتصاددان ها بتونن در اون ورود کنن، چون اقتصاددان ها صرفاً با عدد و رقم و مسائل کمی سر و کار دارن و دانش اونها توانمندی اداره و مدیریت کشور رو نداره و در نتیجه از دیدگاه و منظر انسانی به مقوله نگاه نمی‌کنن و این باعث میشه این نگاه کمی تمام ساختارهای در واقع کشور و سازمان‌ها و ارگانیسم‌های کشور رو به ناکجا آباد ببره. از طرف دیگه پیش از این هم گفتم وقتی که شما از نظر مادی افراد رو در واقع پوشش ندید، این باعث میشه در کف هرم نیازها بمونن و نتونن به رده سوم نیازها که تعلق خاطر به سازمان، به جامعه یا سازمان، به کشور و امثال هم پیدا میکنن درشون متبلور بشه. و این نگاه باعث میشه که خود فرد و نیروی انسانی به رویارویی با سازمان و سازمان بپردازه و اجتماع ستیزی گسترده بشه در جامعه. جی استیسی آدامز در تحلیلی که بر اساس اون عملکرد افراد در سازمان میپردازه، وقتی که فرد در واقع ستاده های خودش رو در برابر داده هایی که به سازمان داده از نظر شخصیت، تحصیلات، مهارت ها، توانمندی ها، نیرو و انرژی که به کار میبره، جوانی خودش رو که در اختیار سازمان و سازمان یا جامعه یا کشور قرار میده، میبینه که ستاده‌ای که در برابر این همه داده که به ویژه جوانیش رو داره از دست میده اندک و ناچیز هستش، در واقع خودش رو سازمان رو در رویارویی با خودش میبینه و این هم به رویارویی میپردازه و انتقام خودش رو از سازمان و سازمان 100% خواهد گرفت. بنابراین نگرش های دکتر جلیلی در این زمینه 100% نادرست هستش و نمیتونه راهگشای کشور به سوی یک کشوری با اتحاد و همگرایی باشه و سینرژی رو در جامعه متبلور کنه، چرا که در این نگرش
که افراد را در کف هرم سلسله مراتب نیازها قرار بدیم باعث میشه که واگرایی به جای همگرایی در هازمان زمین گستر بشه و این باعث بشه که سینرژی و همافزایی در سازمان شکل نگیره. از طرف دیگه ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. شما وقتی میتونید بهره وری رو به سطح بالایی برسونید که افراد و نیروی انسانی و نیروی کار رو در سطح سوم از هرم نیازها قرار بدید و اونها رو برسونید به اونجا، یعنی نیازهای فیزیولوژیکی، مادی و نیازهای امنیتیشون 100% تأمین بشه و به نیازهای اجتماعی در واقع گرایش پیدا کنن. در اونجا هستش که نوع دوستی، همگرایی و میهن پرستی، ملیگرایی و ارق به سازمان و کشور به شدت متبلور میشه و این تبلور و همگرایی باعث میشه که سینرژی و تعاملی به فزاینده در هازمان و سازمان شکل بگیره که به بهره‌وری فزاینده منتهی بشه. از سوی دیگه شما وقتی که فرد رو بر اساس داده‌هایی که به سازمان میده در یک جایگاه شغلی قرار میدید، باعث میشه بر اساس نظریه هنری میتزبرگ اون فرد که بر اساس شخصیت و پرستیژش در جایگاه شغلی متناسب با خودش قرار گرفته تمام تلاشش رو خواهد کرد که به بهترین نحو در واقع کار رو به انجام برسونه. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که مقوله مدیریت کشور تنها با اقتصاد و اقتصاددان و اقتصادگرا درست نمیشه و این نیازمند به یک متخصص مدیریت در زمینه مدیریت بازرگانی یا مدیریت صنعتی داره. خب مدیریت های دولتی چون اطلاعاتشون از آگاهی های اقتصادی کمه نمیتونن در واقع در این زمینه زیاد مانور داشته باشن، مگر اینکه به هر حال در یک مقوله هایی که بحث‌های و گفتمان‌های اقتصادی درش مطرح نباشه. از دیگر سو باید توجه داشته وقتی شما نیروی انسانی رو در کف هرم سلسله مراتب نیازها قرار میدید و نیازهای فیزیولوژیکی اون همواره متبلور هستش و در این سطح قرار میگیره، در واقع شما همگرایی اجتماعی رو از بین بردید. وقتی که و از طرف دیگه چون اکثریت افراد جامعه در این رده قرار میگیرن، بنابراین تئوری سروران و بردگان و همون اندیشه های نئولیبرالیسم رو در واقع پیاده سازی کردید. خب وقتی که شما وارد نگرش نئولیبرالیسم میشید، در واقع سیستم بردهداری نوین رو میایید و زمینه سازی میکنید که به انجام کار بپردازه. برای اینکه این سیستم در واقع بتونه کارایی داشته باشه، شما روش مدیریتیتون رو باید به روش مدیریتی دوران کشاورزی برگردونید. یعنی شما از عصر اطلاعات، فراصنعتی و اطلاعات باید برگردید به عصر کشاورزی. خب روش مدیریت عصر کشاورزی چیه؟ روش مدیریت شلاقی هستش. بنابراین به جای تعامل با نیروی انسانی در سطح کشور، به مدیریت شلاقی ناچارید که گرایش پیدا کنید، چون منافع فردی در این زمینه، در این برهه و در این رده از نیازها بر منافع ملی و سازمانی برتری داره. بنابراین شما برای اینکه بتونید همواره مردم رو در چارچوب‌های هازمانی قرار بدید، به گونه‌ای که این چارچوب‌ها رعایت بشه، از شلاق و مدیریت شلاقی استفاده کنید که خب روشن هستش که راهکار بهینه‌ای در قرن 21 نخواهد بود و پیامدهای نابهینه‌ای رو برای کشور به همراه خواهد داشت. سپاسگزارم.